عجیبات ببینید همین و فکرم دیر باز همیشه لالا قزاق دیگه نبودم دواری ما من خیلی چیزه لالا قزاق می‌پرسم کودکی ساحلی بحر نیست و جانورهایی که با اونجا پریده بودند با آب حواله میداد. شخص دیگری آمد پرسید گفت اینجا 1000 میلیون جانور است و همه آنها رو خلاص کرده نمیتونی. کودک که در دست یک جانور رو داشت به او نگریست و آب حواله داد یا گفت انا حیات این را من تغییر دادم. یعنی خردترین کوچکترین عمل میتونه تغییر دهد. تا سحر اونجا مردم بسیار جمع شدند و همه جانوران را به آب حواله دادن و تا سحر همه آنها را نجات دادن. دوستان مثل آن یکی لاله‌ای که شما حاضر در بهاران میبینید چهره گشاده میشود و هر یک کلش خردترین شما که باشد و شخصی که باشد شاید حیات آن را حاضر تغییر کرد. دوستا سلامت و موفق.